نشر فیلم عروسی مکمل عالیه انصاری و عصام فرزان در صفحات مجازی. عالیه انصاری چی تاریخ با عصام فرزان ازدواج کرد؟ نشر تازه ترین آهنگ‌های عاشقانه این دو هنرمند. افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی عالیه انصاری کاملا بدور از تصور. عالیه انصاری در کدام کشور زندگی می کند؟ همسر اول وی کی بوده است و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. عالیه انصاری دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح افغان که در میان مردم افغانستان و جامعه هنری افغانستان شهرت خوب کسب کرد. عالیه انصاری کارهای هنر موسیقیش را از سال 2016 بدین طرف ادامه می‌دهد و کنسرت‌های مختلف در افغانستان برگزار کرد. آهنگ‌های بیشمار سرود که تاکنون آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. عالیه انصاری یک بار ازدواج کرده است. از شوهر اولش دارای 2 فرزند بوده است، ولی بعد از آن که از همسرش جدا شد و هنر موسیقیش به طور مسلکی پرداخت، آهنگ‌های بیشمار سرود تاکنون آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده قرار گرفته است. این همه در حالی است که آهنگ‌های دوگانه عالیه انصاری با عصام فرزان مورد حمایت گسترده افغان‌ها و جامعه هنری افغانستان قرار گرفته است. تصاویر این در صفحات مجازی دست به دست می شود که عالیه انصاری با عصام فرزان ازدواج کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حد حقیقت داشته است، ولی آهنگ‌های این دو هنرمند در روزهای عید در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت رسید و هر آهنگشان بیشتر از 1 میلیون بار بازی در یوتیوب را از آن خود کرده است. ما هم در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان محبوب و مطرح افغان خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالیه انصاری و عصام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالای من امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.